درودی دوباره خدمت دوستان عزیزم. من دستگاه رو باز کردم، پیرو فیلم قبلی یه خلاصه مطلبی بگم برای کسانی که حالا زیاد آشنا نیستن با اینورتر جوش و دوست دارن بدونن چه خبره. اینجا این اینورتر جوش سیستمش IGBT هست. اینورتر معمولا برای جوشکاری اینطوری کار میکنه که شما برق شهر رو از این دوتا سیم وارد این پل دیود میکنی، پل دیود برق متناوب و مستقیم تبدیل میکنه و موازی با این خازنها به DC 320 ولت تبدیل میشه. 300 ولت 320 ولت تبدیل میشه، میره سر IGBT ها دوباره این 320 ولت DC رو سویچ میکنن به 65 ولت، میدن به این ترانس. این ترانس یه خروجی میده به این پل دیودا. دوباره بعد از اینکه AC رو گرفت به DC تبدیل میشه و یه سیکلینی موجی بعد از این فیلتر خروجی جوش از این دو قسمت میده بیرون. حالا این IGBT ها اینجا یه قسمتی داره هم که بورد کنترل، بورد PWM که میاد به قول خودمون گیت IGBT ها رو آتیش میزنه، یعنی ولتاژ رو IGBT ها رو با این سویچینگی که اینجا وجود داره و برق 300 ولت دوباره تو این سویچینگ میاد. سویچینگ برق 300 ولت رو با این کارتی که داره، این مجموعه‌ای که اینجا هست، به مثبت 24 و منفی 24 ولت تبدیل میکنه و خروجی 24 ولت از این رگولاتور خارج میشه، با 15 و 5 ولت به این کارت میرسه. این کارت برق گیت IGBT ها رو آتیش میزنه. یه CT اینجا داریم که شدت جریان رو نمونه گیری میکنه که اگر یه موقع مشکلی پیش بیاد دستور بده به این بورد و پروتکت کنه، نذاره اتفاق بدی بیفته، حالا بورد بترکه یا اینکه بسوزه. حالا ما میخوایم بیایم سراغ این دیودهایی که اینجا قرار دارن. اینجا 4 تا دیود داریم که احتمال خیلی زیاد یکی از اینا سوخته و اینکه اول ما این دیود آسیب دیده رو جدا میکنیم، دوباره دستگاه رو روشن میکنیم، با این اسیلوسکوپ یه نمونه گیری از IGBT ها میگیریم، ببینیم IGBT اینجا درست کار میکنه، طول موجش مربعی شکله. بعد از اینکه مطمئن شدیم IGBT ها مشکل ندارن، پل دیودا رو عوض میکنیم و دستگاه رو مونتاژ میکنیم. حالا من هیت سینگا رو جدا کنم، پل دیود معیوبم پیدا میکنم و بعد دوباره ادامه ماجرا رو براتون توضیح میدم.